در طول خردی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند ملاقات رئیس کمیته اجرایی ولایتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان با حزبیان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر با اشتراک رئیس شهر عبدالخالق زاده برگزار گردید. ضمن نشست رئیس شهر پنجکند عبدالخالق زاده سخن کرده و افزود که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند با کمیته اجرایی شهری حزب و با دستگیری و کمک کمیته ولایتی حزب آمادگی ها را به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خوب برا مانده برای در سطح بلند جشن گرفتن این تنتنه تدبیرهای همه‌جانبه را براه ماندند. اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان در رفت سخنرانی خویش از رئیس‌های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند که ماه گذشته با اشتراک کارمندان مسئول دستگاه کمیته ولایتی و رئیسان کمیته‌های شهری و ناحیه‌ای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در سطح بلند و خاطرمند برگزار گردیده بود، یادآوری نموده به رئیس شهر پنجکند نامه منتداری کمیته اجرایی ولایتی حزب را تقدیم کرد. پس آن رئیس شهر پنجکند چون نشان احترام به رئیس کمیته ولایتی حزب اسماعیل زاده ظفر مجموعه اشعار شاعر خلق تاجیکستان لایق شعرعلی را تحفه نمود. واخوری با سخنرانی رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند به اتمام رسید که مراد شکرزاده از نام تمام حزبیان سپاس خود را به رئیس کمیته اجرایی ولایتی حزب اسماعیل زاده ظفر رسانیده و گفت که برای در سطح بلند جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و آبادانی وطن بیشتر حصه گذاری خواهیم نمود. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.